به نام خدا. سلام دوستای نهایت عزیز، انشالله که خوب و با انرژی باشید. محمد صادق حکیمی هستم. شما رو خوش آمدید میگم در ادامه آموزش تجارت آنلاین. خب دوستا، تجارت آنلاین که هست انواع مختلف داره. چندانش به طور نمونه نام میگیره: دراپ شیپینگ، افلیت مارکتینگ و امازون اف بی ای هست. خب امروز ما همون قسمت ابتدایی و اولیه دراپ شیپینگ برای شما معرفی و آموزش میدیم. خب قبل از اینکه ما درس رو شروع کنیم دوستا، بازم یک تشکر از همه شما میکنیم که از چینل ما حمایت کردین. بازم به حمایت شما لازم داریم. حتما چینل ما را لایک، سابسکرایب کنید و حمایت خود از ما داشته باشید. نوعی از تجارت آنلاین است. یک نوع از تجارت آنلاین است که کل کار به گردن کی است؟ سپلایر یا تولید کننده کل کار انجام میده. هم تولید میکنه، هم ذخیرهش میکنه و هم روان میکنه برای مشتری. خب در این قسمت ما چی کار انجام میدیم؟ در این قسمت که هست اینی فروشگاه ماست. ما اینجا که هست واسطه بین تولید کننده و مشتری است. خب هر باری که اینمی مشتری ما از فروشگاه آنلاین ما سر بزنه، یک آردر از ما درخواست کنه، یعنی اینجا یا اون محصول بخره، این مستقیما این دستور ما رو به کی؟ برای تولید کننده یا سپلایر کلی کار انجام میده، پکیجینگ میکنه، روان میکنه، مستقیما در چی؟ در مشتری ما روان. خب وقت در مشتری ما روان کرده، پس سود ما، فایده ما در این قسمت چیست؟ در این قسمت ما از 10% شروع تا 20%، 30%، 40% ما سود خود در بین میدیم. خب در این قسمت محصولی که ما به فروش میرسانیم خیلی مهمه که ما چی نوع محصول سودا کنیم، کدام نوع محصول باید سودا کنیم که مثلا درآمدی بیشتر داشته باشه. خب این دراپ شیپینگ مدل ما در کدام پلتفرم همین فروشگاه خود رو جور بکنیم، همین طراحیش رو انجام بدیم. ما ایره در پلتفرمی به نام شاپیفای هست که ما به شما نشان میدیم. اینه دوستو، در این پلتفرم به نام شاپیفای ما همون دراپ شیپینگ مدل خود میتونیم کار خود عملا شروع کنیم. اینجا چی میگه؟ استارت فری تریل. شما میتونید کار خود مثلا میتونید تا 2-3 روز بدون پول، بدون پرداختی مثلا میتونید انجام بدید. بعد چی میگه؟ Start for free then get your first 3 months for €1 per month. میگه شما میتونید بدون پول تا 2-3 روز شروع کنید. میگه بعد از اون ما €1 تا 3 ماه رو باید پرداخت کنید. برای کی؟ برای شاپیفای. یعنی تا 3 ماه ما شما چیکار میکنیم؟ €1 پرداخت میکنیم. چون 3 ماه ابتدای اول ما در آغاز کارستون شاید سود درآمدی نداشته باشیم. خب €1 شد. خب بعد از 3 ماه چیکار میشه؟ خب بریم قیمت اصلیش رو بعد از 3 ماه ببینیم که چنده. ما چند پرداخت میکنیم با در شاپیفای. خب قیمت اصلیش ما رو میبینیم. اینه دوستان، این که است قیمت اصلیشه. یا قیمت بیسیک داره، قیمت شاپیفای هست و قیمت چی هست؟ ادوانس هست. در قسمت بیسیک ما که است $39 پرداخت میکنیم ماهانه. در قسمت شاپیفایش که است ما $105 پرداخت میکنیم ماهانه و در قسمت ادوانس شما که است ما $399 تا $400 ما پرداخت میکنیم. خب در این قسمت ما چی کار میکنیم؟ در قسمت بیسیکش که است این چی میگه؟ Everything you need to create your store, ship products and process payment. مگه در این قسمت که است مگه هر آن چیزی که شما نیاز دارید برای ساختن مثلا همون فروشگاه خود یا مثلا شیپ پروداکتس که همین چگونه شیپ کنید همون محصول خود در فروشگاه خود، دیگه هم پروسس پیمنت و هم پروسس پیمنت یعنی چگونه پرداخت شود در قسمت شما میتونید انجام. خب در قسمت شاپیفایش چی میگه؟ در قسمت شاپیفایش میگه level up your business with professional reporting and more staff accounts. موقع در این قسمت میگه که کسب و کار خود را
با گزارش حرفه‌ای و حساب‌های بیشتر کارکنان ارتباطی در قسمت شاپیفای میده. خب ما میگیم در قسمت ادوانسش چی میگه؟ در قسمت ادوانسش میگه که get the best of Shopify with custom reporting and our level transaction fee. در قسمت چی هستن؟ میگه با گزارش گمرکی و کمترین هزینه ترانزکشن یا انتقال بهترین استفاده را از شاپیفای به دست آورید. خب دوستا شما فهمیدید که ماهانه خود شاپیفای از 39 تا 105 تا 400 دلار بعد از اینکه ما بعد از 3 ماه ما باید پرداخت کنیم. خب این 39 دلارش هم شما میتونید شروع کنید، مشکل نیست. خب پس ما شما هر کاری که انجام میدیم باید آگاهانه انجام میدیم، یعنی با چیزی که دیتا ما به چیزی که ما معلومات دقیق داریم با طبق از او باید کار کنیم. یعنی کسایی که برای ما و شما میگه که ما و شما میتونیم با $1 یا $100 $200 میتونیم یک تجارت آنلاین خود شروع کنیم، این کس کاملا دروغه. هیچ وقت ما و شما با $100 $200 یک تجارت آنلاین خود مثلا شروع نکنیم. کمترین پولی که ما و شما میتونیم تجارت آنلاین خود شروع کنیم از 500 شروع میشه تا $5000 ما باید داشته باشیم. چون ما باید هزینه مثلا ما هزینه وبسایت بدیم، مثلا از جایی که محصول مثلا پیدا میکنیم هزینه او رو بدیم. مثلا وقتی یک محصول برگشت میخوره و هم هزینهش با سر ما هست، یا مثلا یک نصفش شاید هم تولید کننده بده یا نه باید کاملا خود ما بدیم. که باید ما قرارداد ما با اون محصول چیه تولید کننده است که ما چگونه قرارداد. پس شما هیچ وقت حرف کسایی که مثلا ما با $1 $100 شروع میکنیم هیچ وقت باور نکنید، چون اونها به خاطری که میتونه بیننده بیشتر پیدا کنه یا داشته باشه همچون حرفایی را میزنه. دوستان عزیز، در سلسله آموزش درس‌های تجارت آنلاین درس امروزی ما تا این قسمت بود. تا درس‌های بعدی شما رو به خداوند میسپارم. خوب و آرام باشید.